فردا میخوام برم پدل بورد سواری اینجا. در واقع پدل دوتایی که بزرگتره که 565 یورو. بریم باش بریم اون بالا. خب برای پیکنیک برای پدل بورد سواری پیکنیک امروز علی آقا زحمت کشیده، مرغ سرخ کرده، منم دادم ساندویچ رپشون میکنم. بریم و یه سری اسنک هم که بچه دارن آماده میکنن برای امروز. کلا تو برنامه‌های این مدلی نمیدونم چرا اینجا خیلی دور و بر مکان‌های تفریحیشون بوفه، جای خوراکی فروشی داستانا ندارن. یعنی مثلا ما از خونه حالا ساندویچ درست میکنیم که حالا سالم‌تر این داستانا هست. یه طرف توی ایران شما هر مکان گردشگری میری 4 تا دستفروش، بوفه، کانتین، یه چیزی گذاشتن، یه چیزی میفروشن و دارن درآمدزایی میکنن. اینجا خیلی طبیعی و هیچی نیست تا مثلا نهایتش مثلا 2 کیلومتریش یه دونه هات داگ فروشی باشه و تمام، هیچ چیز دیگه پیدا نمیکنه. خودمون معمولا همیشه تو خونه درست میکنیم و خودمون میبریم. حالا منم رپ مرغ درست میکنم با حموس و چیزای دیگه بذاریم رو بیفتیم بریم. تا آماده شه میریم سراغ. در نهایت این شد یخدون ما که شامل یه سری میوه‌های یخزده است مثل بریا و آناناس و میوه استوایی، هندونه، رپ‌های مرغ، یه سری بابلی که بدون کالری ان، شیک‌های پروتئین، حمص. زیر اینجا کروسان داریم و شکلات، از این بیلبیلک‌هایی که با حمص میخورن و از اون یکی بیلبیلک‌هایی که با حمص میخورن. این اسنک‌ها یه دونه و یخمک ها بزنم رو اینا. الان میریم یخ هم میریزیم رو اینا که یخ پر کنیم بهشون که چیزیشون نشه. بزن بریم. خب ما با علی آقا یه تصویر این علی آقا راه افتادیم بریم. خیلی تصمیم گرفتیم رندوملی بریم سیمکو لیک، چون هنوز تصمیم نگرفته بودیم کدوم لیک بریم. میریم سیمکو توی اینسفیل بیچ ببینیم که چجوریه. اگر باحال بود که همونجا میمونیم، اگر نه با فاصله نیم ساعت 40 دقیقه‌ایش دوباره یه دونه ساحل قشنگ دیگه هست میریم اونجا ببینیم که چجوریه. با من باشید بریم ببینیم. خب مثل این که جاش عوض کردن، بیرون نذاشته بودن داخل گذاشتن. میگه بس یخ خریدیم که بریزیم روی اون خوراکیامون، بریم بریزیم روشون. و تمام این یخ‌ها رو ریختیم این رو که اینا رو خنک نگه دارن. بزن بریم. خب تقریبا 20 دقیقه موندیم برسیم و مثلا از این جاده‌های خوشگل نشونتون بدم. رسیدیم ادامه‌اش رو ببینید. خیلی این زاویه رو دیدم تو این ویدیو ندیدید، تو ویدیوهای قبلی خیلی دیدید ندیدید، همینجوری گذاشتم. الان رسیدیم به این اسفیل، اینم تابلوش که رد کردیم و این شهر خیلی کوچیکیه. این اسفیل تقریبا یه 50 کیلومتر از ریچموند هیل بالاتره. الان مثل اونجا که بریم ساحل، اونجا ساحل اینجا یه ذره بکرتره و آدم ها بومیتر و محلی ترن. واسه همین اومدیم بالا یه ذره کانادایی ببینیم. پایین اینقدر مهاجر میبینیم که خود ما مهاجریم ها، ولی پایین خیلی دیگه داریم مهاجر میدیدیم. اومدیم بالا یه ذره کانادایی ببینیم. داریم میریم بالا. بچه ها دیدید تو جاده شمال میریم نوشته که عسل محلی موجود است. عسل سرابش. آره. بعد اینجا تابلو عقبی نوشته بود لوکال فرش هانی، اینجا نوشته فرش کامپ هانی $10. این همون عسل محلی موجود است خودمونه. تو این در واقع مزرعه‌ای که این بغل هست عسل محلی دارن. بذار ببینیم که چیزی میتونیم ما آثاری از عسل
سرشون اونا اونجاست مغازه اوپن هم زده بسا جلوتر اینا اونجا عسل فروشیه عسل محلی دارن بذار بریم ازشون یه عسل محلی بخریم ببینیم چه مزه‌ای عسلشون. خب این عسل محلیه فرش هانی. بریم داخل ببینیم که چجوریه. Hi. How you doing? Good. Okay. Can you tell me about just these honeys? Yeah. So the lighter clover honey. This one, yeah. Milder but sweeter. Okay. And over to your left, over there. Mm-hmm. That's a wildflower. You see the darker honey. Mm-hmm. It's gonna have a stronger taste. Okay. Young lady, are they both for you? Yes. If you're gonna last a long time, freeze the one you're not using. And it won't crystallize while it's frozen. So put in the fridge or Freezer. 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 It won't break the glass. It won't expand. خب آقا اومدیم یه دونه عسل خریدیم ازشون بریم ببینیم چجوریه. آقا عسل آوردم واسط. عسل بخور بزن بریم تستش کنیم. میخوایم همیشه تستش کنیم بذار یه انگوش بزنیم تو عسل ببینیم که چجوریه. اینو $10 خریدیم. بکش از همونجا بالا. برو ماشاءالله ماشاءالله. عسل خشکیه بهره. نه توش چیزه بکن آره بکن اینجوریه. عسل واقعا عسل خیلی جذاب بود عسلش. آقا همونجوری که داشتیم باز میرفتیم کلا امروز داستان داریم. مزه آفتاب گردون دیدیم وایسادیم یه ذره باهاشون عکس و اینا بگیریم و اینجا واقعا آفتاب گردون میگیرن مردم هم وایسادن دارن عکس و فیلم میگیرن و همشون چرخیدن به سمت آفتابی که از این ور داره میزنه. ولی ما باید میسیم این بغل یه دوتا عکس هم میگیریم. خب این هم مزه آفتاب گردون. حالا ما تقریبا 10 دقیقه مونده بود برسیم به ساحل دیگه. این 10 دقیقه رو چیز نکردیم. دیدم اینجا باحاله اومدیم که عکس بگیریم. الان اینجا خیلی قشنگه خدایی خیلی قشنگه. باید اینجا عکس بگیریم. بالاخره رسیدیم سواحل زیبای اینجا. باربیکیو ممنوعه. اون که پدلینگ ممنوعه. چرا؟ اوکی نه اوکی. الان بریم اینجا پارک بکنیم که نزدیک باشد. این اونجا جا بود. الان بریم بعد دور بزنیم بریم تو پارک بکنیم. ما یه اتفاقی افتاد. ما رفتیم اونجا و دیدیم که اونجا پارک اونجا مختص در واقع بچهای این اسفیله و کسای دیگه نمیتونن پارک کنن و یه پارکینگ بود که $30 میگرفت که پارک کنیم. ما گفتیم که میریم یه ساحل دیگه اگه جا پیدا نکردیم دور برمیگردیم همینجا. ولی اینجا بعد دیگه گشنمون شد. آوردیم اون تندسته گشنمون شد. گفتیم که یه دونه از این رپایی که صبح آماده کردیم رو بزنیم که تو راه داریم میریم که سردلمون هم نمونه میخوایم بریم شنا و پدل. خب بعد از کلی چالش بالاخره یه جا پارک پیدا کردیم و اون آب اونجا از ایلا معلومه اونجا آبه ولی باید بریم اینجا رو مثلا یه 10 دقیقه پیاده روی کنیم. حالا هر جا هم که راه پیدا کنیم بنزیم تو آب که می‌ریزیم تو آب میریم ولی یه 10 دقیقه فاصله داریم چون هیچ پارکینگ خالی نبود. بریم آقا اون پدل رو در بیاد بندازیم باچه. خب آقا اونو بزن تو فندکی تا اینو ما به این وصل کنیم و چی کنیم. دکمه AC را هم فشاری بده. آره
پدل رو زدیم زیر بغلمون، داریم میریم سمت تریل. آقا چطوره از این زیر؟ بریم که اون عقبی‌ها خوش می‌گذره. آره به اون عقبی‌ها خوش میگذره. ما پدل رو زدیم زیر بغلمون، به پیش راست بریم. آره از اون ور بگیرم پالو چپ. از اینجا یه 5 دقیقه پیاده روی داریم تا برسیم به محل ساحلی. یه بعضی از این گیاها سمیه، دست نزنید. اونجا رسیدیم میریم پایین. پای جان درست. خودم وضعیتم اینه. بعد دراز کشیدم به این. آره این آقا از این چیزا داره، لکا داره پرواز میکنه با آفتاب، ولی خیلی حال میده خدایی. یه چوب بزنیم زیر این آفتاب. بله از ساحلی هم شدیم. البته خیلی هم نمه بعد نشستیم خالیه. جذاب بود. خیلی آبش مواجه، خیلی مواجه. حالا تو ویدیو قبلی دیدید نمیتونست اصلا سر با وایسم و الان دوباره موجا میبینید که داره چقدر تکونه میده، مثلا داره بالا پایین میشه و تکون میخوره. ولی خیلی جذابه، طبیعت جذابی داره، دوستش دارم. ما الان بالاتر نزدیک شهر بری هست، تو شهر بریم، البته اون بالا بریم سیمون لیک. و فردا هم ادامه همین ویدیو تو قسمت بعدیش میریم یه لیک دیگه که حالا احتمالاً تعدادمون بیشتر از 2 بشه، حالا نمیدونم، شاید 3 تا 4 تا 5 تا هر چند تا نمیدونم، شاید هم همین 2 باشیم. ولی میریم یه لیک دیگه، یه ذره اونجا هم بازی میکنیم. جاتون خیلی خالی. کوسه دریایی به ما حمله کرد. چطور آقا؟
عالی. آب شیرین. آره. نکته ظریف اینه که آباشون چون دریاچه است شیرینه. اینم که ساحل خیلی نشونتون نمیدم چون حریم شخصیشونه، ولی این ور نگاه کنید به این قشنگی. ما اون ور نگاه میکنیم. من رو پدلم، علی آقا داره از پایین پا میزنه. پا بزن. پا بزن. آفتاب من این سرام میارم بالا این خود چشم عینک آفتابی نزدم امروز، ولی خیلی جاتون خالی، جاتون خیلی خالی دیگه. منظره رو گفتم نشونتون بدم دیگه، ساحلاش این شکلیه. آره بریم سمت چیز بشینیم یه ذره اسنک یه چیزی بخوریم، بریم وقت بشینیم ببینیم چی آوردیم. اون نشونتون دادم. علی آقا زحمت کشیدن، ما شوخ شهرستانی کردن، منو چپه کردم، ویدیویی ازش در دسترس نیست. کل وسایل خیس شد. اوکی. حالا گفتیم که اگه توی این وسیله اون خوراکی اون آب رفته باشه ما تلافیش سرشون در میاریم. حالا وایسی آقا ببینیم که الان این آب رفته یا نه. آقا قبلا خود انداخته بود. آره عجب. حالا می‌خوایم هموس بزنیم یه ذره تو دوباره بزنیم به آب. جاتون خیلی خالیه. علی آقا اینو واکن ببینیم چه آب رفته یا نه. خب خشک داشت خیس میشد هم یعنی آب رفت. آب رفت دیگه الان مسئولیتش بریم اون برخواه بزید. بریم بالاتر. اون باید علی میزنه. یه ذره معبا جدیه. خب ما هم همینجوری داریم یه ذره قدم میزنیم کنار ساحلش. خود ساحل باحالیه اینجا، سمت بویه، بالاتر از این اسویر. ساحل خوبیه. جت اسکی رو الان تو تصویر میفته، داره میره. ساحلش خیلی خب ما لوازم غواصی و اسنورکلینگ رو همه رو برداشتیم اینا رو، بعد الان داریم میریم سمت ماشین. علی هم از اون ور داره تلاش میکنه که بره بالا. من اینجا اگر اشتباه نکنم راه بود، نه؟ آره فکر کنم اینجا راهه، فکر کنم من نیستم. ایشالله که اینجا با تلاش فراوان اینجا رد کنم. خب بله به راه ختم میشه، ولی اصلا شبیه راه نیست. ما از اون مثال یا راهی خواهم ساختی و ساخی را هم آخ از اون استفاده کردیم. بله و فاینالی اومدیم بیرون و بیرون بهتون نشون بدم به دریا. ما تقریبا 3 ساعت و نیم اینطورا تو اینجا بودیم. بعد خوش گذشت. چون علی رو میبینم تو همچنان باید جلوتر باشم. ما 5 دقیقه 10 دقیقه ساعت من داشتم رسیده ماشین قشنگی دارم. نه باشه ایستی بگیم یه اعترافی بکنم. من ماشین قرمز رو صرفا واسه این گرفتم که تو ویدیوها خوشگل میفته. یعنی اینجوری بود که موقع انتخاب رنگ بود من گفتم که قرمز. گفتن چرا؟ علت همین بود که قرمز تو ویدیو خوشگل تره. همین، هیچ علت دیگه ای نداشتم واسه گرفتن ماشین قرمز، ولی خب جذابه خیلی تو ویدیو جذابه. برم دنبال علی که که نگرفتیم. نه خدا رو شکر. باشه یه میانبر ما پیدا کردیم. اینجا همه جا چیز بود، در واقع همه جا
پارک ممنوع بود اونور و به جز پارک ممنوع بودن واسه پارکینگ $50 میخواست و دیدم که $50 $3 لیتر بنزین میزنم میرم یه منطقه دیگه. بعد به خاطر همون کوچه بغلیش که اینجا باشه که الان ما اومدیم اینجا رایگان بود و آمدم اینجا پارک کردم و این یه تیکه رو پیاده رفتیم این به حد 3-4 تا اولی ویدیو هم بهتون گفتم. حالا بریم برسیم به علی ببینیم که علی چه کار میکنه کجاست. آره به طرز عجیبی علی رو پیدا نمیکنم و چرا برگردم بالا ببینم از جای دیگه نیومده بیرون. اشتباهی گوشی هم نداره، گوشیش تو ماشینه. ماشی علی نگاه رو میزنم که این بچه کجا موند. معما علی کجاست. این جالب بود نیست با تو مسیرم نمیبینمش. دادم حالا باز نگاه دیگه بندازم ببینم که چی میشه کجاست چی دیگه. آقا اینجا وایستاده واسه خودش 1 ساعته دارم دنبالت میگردم. قرار بود سومی رو بیای بیرون. حد زدم اونوری رفته باشی. دن سرویس داشتم میرفتم گارد ساحلی رو خبر کنم. نمیدونم گم شدی. عقب‌تر 3 بار رفتم 4 بار اینا رو رفتم پایین چرخیدم برگشتم دوباره رفتم اولیه رفتم بیرون اومدم تو از هر کی پدل میکرد پرسیدم آقا یه عکس تو فیلمتون نشون میدم یکی با همچین شرایط شخصی ندیدید و همه میگفتن نه ما اینو ندیدیم. الان داشتم میومدم برم جلو اومدم می‌خواستم بیام سمت ماشین عینک بردارم که بهتر ببینم. من رفتم سنگو ندیدم دور دادم گفتم یکیش میام بالا تو خیابون بالاخره ماشینشو میارم اومدم بالا دیدم چه خیابونی چی شبیهش نیست. دهنت سرویس دهنت سرویس باهاش خالی کردم. این آقا دهن ما رو سرویس کرد تا پیدا بشه. گم نشده بودم تو گم شدی. 100 متر رو میخواست پارو بزنه فکر میکنم 3-4 کیلومتر رفته جلو برگشت. دهنت سرویس. خب من اینا رو جمع کنیم. حالا من فکر میکنم من غرق شدم مردم. گفتم نه بالاخره میدونه که این زیر آب نمیره اگه خودم رفته باشه. جمعش میکنیم تا فردا بریم احتمالاً چریچه خوده. ما تصمیم گرفتیم که چینج نکنیم لباسو چون نیم ساعت 40 دقیقه راه داریم کمتر از یه ساعت راه داریم تا خونه همین شکلی بریم و میخوایم سقف رو در بیاریم و بدون سقف بریم خونه. الان سقف اونورم در میاریم کلا بدون سقف میریم خونه. غالبا صدا باد خیلی میپیچه و ولی خیلی حال میده. یه در در عقب داریم یا اونورم در بیاریم. علی با من کیف شما رو گذاشتیم بالا دم شما. این یکی سقف و یه سقف در عقب داریم یه سقف در جلو. به ما بی سقف میخوایم بریم خونه. امیدوارم راه بارون نیاد. بارون بیاد خیلی دیر میشه تا شما بخوایم سقف ها رو بیایم سواشی و نصبشون کنیم.
بشین بریم به سنت پرم بزن بریم